خب همون جوری که میدونین من اسلیف کردم و دکتر به من گفته بود که باید بعد از 2 ماه شروع کنی به ورزش کردن و حالا دیگه حداقل ترین کار اینه که بعد پیاده روی تو بری. ولی من دیگه افتادم تو پروسه جابجایی و اسباب کشی و این داستانا، دیگه غافل شدم تا از امروز که تصمیم گرفتم دوباره ورزش رو شروع کنم، از پیاده روی شروع کنم. این فسقل رو میبینین اینجا؟ من حدود 4 سال تقریبا ورزش حرفه‌ای کردم، ولی هر کاری میکردم واقعیت دیگه لاغر نمیشدم. 3-4 کیلو میومدم پایین، کافی بود یه تعطیلاتی یه چیزی بخوره دوباره من همونی که کم کردم و میومدم بالا. بزنین این فسقل رو بذارمش زمین. دیگه این شد که ما تصمیم گرفتیم که اسلیف کنیم و راحت شیم، ولی خب عوارض خودشم داره. یکی از عوارضش اینه که من خیلی پرشور و انرژی و شیطون و اینام، ولی توی این چند وقت اخیر وقتی افتادم توی اسباب کشی و کارا و اون بازسازی و اینا که کردم، واقعا یه جایی احساس کردم دیگه نمیکشم و همین داستان باعث شد که مثلا من پروسه اسباب کشی و بازسازی و این داستانام خیلی بیشتر طول کشید. شارم بیا دیگه، ولی دیگه داره تموم میشه. حالا همه مراحلش هم واسه شماها ویدیو گرفتم میذارم. فکر میکنم توی ویدیو دیده باشین ما کلن از شهر اومدیم بیرون، اومدیم توی یه شهرک ویلایی خوشگل زندگی میکنیم که اینجا اصلا کلن زندگی متفاوت. یعنی 6 سال من عذاب وجدان اینو گرفتم که این کاپولو من کجا ببرمش پیاده روی. دیگه تو این شهرک ما بدون قلاده بدون هیچ محدودیتی میتونه بره پیاده روی کنه و این واقعا برای من با ارزشه، خیلی کیف میده. با این قسمت رو ببین، من تا حالا توی شهرکمون پیاده روی نیومده بودم، بعد الان اومدم تازه دارم کشف میکنم، خیلی خوشگله. بذار به شما هم نشون بدم. اول که این پسر کوچولوی ما 2 تا کوچه راه اومد خسته شد، ولی شما اینجا رو ببین. شارون پاشو پاشو ماما پاشو، خسته شده، پاشو بریم. بودو ببینم، بودو. آفرین. ای خدا. مثلا این 2 تا ویلا رو ببین چقدر خوشگله. اینا رو من تا حالا ندیده بودم، خیلی قدیمیان، ولی حالا باید بریم ببینیم چه شکلیه. اینا خیلی هم بزرگ ولی من ویلای خودمون رو خیلی بیشتر دوست دارم. کلن خونه و ویلاهای انقدر بزرگ و من واقعیت دوست ندارم. اینجوریه. خب داشتم میگفتم که من یه سری چیزا رو حالا توی اینستاگرام خیلی راحت نیستم، یعنی راحت هم میدونی اینکه بیام اینجوری یه دوربین بردارم وایسم حرف زدن خیلی کیف میده. دیگه تصمیم دارم که یه سری چیزا رو بیام اینجا باهاتون حرف بزنم و به اشتراک بذارم. همونجوری هم که میبینی این کاپولک ما خسته شد، رفتیم کالاسکش رو آوردیم که من میخوام پیاده روی کنم، دیگه ایشون توی کالاسکه باشه. داشتم میگفتم که من اسلیف که کردم، ببین 2 ماه اول خیلی خوب بود. حالا یه 10-20 روز دیگه تایم چکاپمه که برام یه آزمایش خون کلی بدم. توی این مدت من تقریبا تو 3 ماه 15 کیلو کم کردم. یه ذره بعد بیشتر کم میکردم که دکتر به من گفت چون تو خیلی ورزش کردی و بدنت کلا عضله‌ایه، مقاومت بدنت بالاتره و به خاطر اینه که وزن کم نکردی اونقدر. ولی خب الان خیلی خوب شدم، یعنی قشنگ فکر می‌کنم یه 3 سایز قشنگ اومدم پایین، همه چی بهم گشاد شده، خیلی حال میده، خیلی کیف میده. کلا ما برای زندگی یه سبک خاص و متفاوتی رو یهو انتخاب کردیم که اصلا خودم هم نمیدونم چی شد. الان تقریبا داره میشه 1 ماه که ما
اومدیم اینجا و مثلا تحویل گرفتیم و اینا. 3 هفته است که اومدیم که 2 هفتهشو داشتیم بازسازی میکردیم، 1 هفتهش هم هستش که موندیم اینجا. ببین خیلی متفاوته همه چیز، این آرامشش، سکوتش. برای منی که جایی زندگی میکردم که همیشه شلوغ و ترافیک و این داستانا، یه دفعه خیلی متفاوت شده. ولی خب من واقعیت سبک زندگی باقی و اینجوری رو خیلی دوست دارم و چون یه روحیه هنری طور و اینام دارم خیلی بهم خوش میگذره. تا الان که راضی بودم، حالا امیدوارم که بعدش هم همینجوری باشه. شما اینجا رو ببین آخه انقدر خوشگله اینجا که حد نداره. بزرگترین دغدغه من فعلا اینترنته که اینجا اصلا اینترنت آنتن نداریم ما درست حسابی. نمیدونم من باید چی کار کنیم. به هر کی تکست میدم هر کی یه چیزی میگه و تنها داستانی که الان عصبیم کرده اینه یه استوری مثلا میخوام توی اینستا بذارم قشنگ 40 دقیقه طول میکشه، 20 ثانیه 30 ثانیه دیگه. اینو حل کنم و کلی میخوام ویدیوهای باحال درست کنم، خونه رو واسه خودم هر جایی که دوست دارم میخوام تغییرات بدم. کابینتاشو درست کردم تموم شد که ویدیوهاشم دارم میذارم دیگه. یه سری قسمت های دیگه است، یه سری چیز پیز میخوام به سر رویداد و هر مثلا مناسبتی که داریم میخوام کلی ویدیو درست کنم. بعد اینجا بزرگترین حسنش به نظر من میدونی چیه؟ اینه که نیاز نیست پاشی آی تیپ بزنم لباس بپوشم، هر چی تنت یه چیزی تنت میکنی و میپری بیرون میای پیاده روی. و این واسه منی که خیلی تنبلم از توی خونه بیرون رفتن واقعا یه حسنه. ورزشکاران دلاوران پیروز باشیم. ما پیروز شدیم، 1 ساعت پیاده رویمون رو کردیم، 1 ساعت کمتر بریم خونه.